سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز. فال روز 11 بهمن 1403 رو به همه شما عزیزان تقدیم میکنم. خب طبق معمول میریم سراغ متولدین فروردین ماه. اگر مجرد هستید و میخواهید با فردی که در زندگیتونه زندگی جدی رو شروع کنید، بهتره کمی بیشتر درباره او فکر کنید و تمام موضوعات رو در نظر بگیرید و بیش از آن که احساساتتون پیروی کنه از منطقتون کمک بگیرید. نسبت به همکارانتون گارد خودتون رو پایین بیارید تا بتونید ارتباط بهتر و صمیمانه تری و در کنار اون رو تجربه کنید. قبل از اون که کلمه‌ای رو بیان کنید، ابتدا خوب راجع به اون فکر کنید و بعد اون رو به زبون بیارید، زیرا ممکنه برخی کلمات به ضرر شما باشه. درباره گذشته طرف مقابلتون بیش از اندازه کنجکاوی نکنید، زیرا که فهمیدن برخی موضوعات میتونه باعث ناراحتیتون بشه. ورزش‌هایی مثل شنا، یوگا و پیلاتس میتونه به آرامش ذهنیتون کمک کنه. پس حتما یکی از این ورزش‌ها رو در برنامه‌ریزی زندگی خودتون جای بدید. متولدین اردیبهشت ماه. اگه همچنان نمیدونید که از زندگیتون چی میخواید و چه موضوعی باب میل مورد علاقتونه، میتونید با شرکت کردن در کلاس‌های مختلف علاقتون رو کشف کنید و برای شکوفا کردن اون تلاش کنید تا انرژی شما مجددا فعال بشه. درباره امور مالی با کسی صحبت نکنید و سعی کنید مقداری از پس‌اندازی که در زندگیتون دارید و پیش کسی بازگو نکنید. اگر دارای فرزند با سن و سال کم هستید، اشیای تیز و خطرناک و دور از دسترس اون قرار بدید. در غیر این صورت ممکنه اتفاقی ناراحت کننده برای فرزندتون بیفته. اگر میخواید در مدت زمان کوتاهی و بدون بالا پایین بودن مسیر به اهدافتون دست پیدا کنید، بهتره یک برنامه‌ریزی درست داشته باشید و بعد با یک فرد مورد اعتماد با تجربه مشورت کنید. متولدین خرداد ماه. قبل از اون که هدفی برای خودتون مشخص کنید، ابتدا تمام جوانب اون رو در نظر بگیرید. خوب تحقیق کنید و در نهایت علاقه خودتون رو در اولویت برنامه‌های زندگیتون قرار بدید. این روزها اتفاقاتی برای شما رقم میخوره که روح روان شما رو درگیر میکنه و به شما فشار روانی زیادی وارد میکنه. اگر میخواید هرچه زودتر بار این فشار از شما کم بشه، بهتر زمان بیشتری رو به استراحت کردن اختصاص بدید. به زودی خبر خوشحال کننده و شگفت انگیزی از طرف فردی که حتی فکرش رو هم نمی کردید به گوش شما میرسه که میتونه باعث رقم خوردن بسیار از اتفاقات خوب تو زندگیتون بشه. اگه به تازگی دچار بیماری شدید که منجر به یک جراحی شده، نگران اون نباشید، زیرا به زودی سلامتی خودتون رو به دست میارید. متولدین تیر ماه. شما دارای انرژی بسیار بالایی هستید، پس باید از این نعمت الهی نهایت استفاده رو ببرید و از انرژیتون در راه رسیدن به اهدافتون استفاده کنید و سعی کنید که انرژی و زمان خودتون رو بیهوده و در راهی نادرست استفاده نکنید. برای رسیدن به اهدافتون از کارهای غیرقانونی بپرهیزید، زیرا این کار میتونه برای شما درد سرساز بشه. به زودی به یک مسافرت، یک مهمونی دعوت میشید. اگر میخواید ارتباطتون رو با همسرتون قوی تر کنید، هرگز این دعوت رو نپذیرید، زیرا که در اونجا افرادی وجود دارن که میخواهند بین شما و همسرتون رو به هم بزنن. برای اینکه بتونید پروژه‌های کاری بیشتری رو در دست بگیرید، باید خلاقیت خودتون رو بالا ببرید و از ایده‌های نوین استفاده کنید. اگر در زندگیتون موجب اشتباهاتی شدید، هرگز خودتون رو سرزنش نکنید، زیرا شما یک انسان هستید و انسان جایز الخطاست. متولدین مرداد ماه. امروز انرژی زمین در سطح پایین قرار داره و ممکنه در ارتباطات زناشویی شما تنش‌های کوچیکی به وجود بیاد.
نگران نباشید، زیرا که میتونید با گفتگو از پس تمام مشکلات بر بیایید. اگر دچار کمردرد یا زانو درد شدید، بهتره کمی به خودتون استراحت بدید، زیرا این روزا فشارهای زیاد روی شما هست. امروز از طرف یکی از دوستانتون خبری به شما میرسه که توقع اونو ندارید، اما اگر میخواید کمتر از اطرافیانتون آسیب ببینید، بهتره توقعتون رو از اونا تا حد ممکن کاهش بدید. اگر مجرد هستید، با عجله برای متأهل شدنتون تصمیم نگیرید و انتخاب همسرتون رو به دست زمان بسپارید و درباره فرد مقابلتون بیشتر تحقیق کنید. رژیم غذایی سالم متناسب با بدن خودتون رو پیدا کنید و طبق اون پیش برید، زیرا شما دچار اضافه وزن شدید و این مشکل میتونه به سلامت جسم و روح شما آسیب بزنه. بدونید که نداشتن تناسب اندام میتونه اعتماد به نفس شما رو خدشه‌دار کنه. متولدین شهریور، اگر میخواید در زندگی آرامش بیشتری رو تجربه کنید، باید تمرکز حواس خودتون نسبت به موضوعات منفی کم کنید و اون رو به سمت نکات منفی و اتفاقات مثبت سوق بدید. ارتباط خودتون رو با افرادی که سعی میکنن ذهنیت شما رو نسبت به زندگی خراب کنن تا حد ممکن کاهش بدید. برای اینکه ارتباط بهتری با همسرتون داشته باشید، باید پایه‌های زندگیتون رو محکم کنید. دوستان قدیمیتون میتونن شما رو به سمت موفقیت سوق بدن، اما اگر میخواید موفقیت‌های بیشتری به دست بیارید، حتما ارتباط خودتون رو با اونا تقویت کنید. برای رسیدن به تناسب اندام، ورزش‌هایی مثل پیلاتس و شنا میتونه به شما کمک کنه و برای آسیب دیدگی‌های جسمانی شما مفیده. دیگر نگران تربیت فرزندانتون نباشید، زیرا با خوندن برخی از کتاب‌ها و مشورت با مشاورین کودک میتونید از پس تمام چالش‌ها بر بیایید. متولدین مهر ماه، دلی بسیار صاف و روشن دارید و مهربانی شما زبان زد دیگرانه. بنابراین سعی کنید به چیزی که قلبتون میگه گوش بدید و به اون عمل کنید. یک روز بسیار عالی از لحاظ اقتصادی برای شما وجود داره که میتونه روزتون رو پر از شادی و خنده کنه. سعی کنید این روزها زمان بیشتری رو به خانواده و نزدیکان خودتون اختصاص بدید و در کنار آنها لحظات خوشی رو سپری کنید. با داشتن افکار مثبت و امیدواری میتونید به سمت هدفاتون برید و راحت‌تر به اونها دست پیدا کنید. ممکنه در زندگیتون دچار مشکل و سختی بشید و در مقابل این اتفاقات صبر و بردباری از خودتون نشون بدید تا بتونید هرچه سریعتر از این مشکلات گذر کنید. هنگام بحث و گفتگو با دیگران، سعی کنید روی احساسات خودتون کنترل داشته باشید و آرامش خودتون رو حفظ کنید. متولدین آبان ماه، علت این که افکار منفی بسیاری ذهن شما رو فرا گرفته به خاطر خستگی از فعالیت‌های بیش از حدتون در محل کاره. بنابراین زمانی رو بیشتر به استراحت کردن بپردازید، به خودتون و تواناییاتون ایمان داشته باشید و هیچ تردیدی نسبت به اهدافتون به ذهن خودتون وارد نکنید. سعی کنید بیشتر احساساتتون رو بروز بدید و وقت بیشتری رو در محفل‌های عمومی بذارید. امروز خیلی هم میخوان که شما رو از مسیر اصلی زندگیتون دور کنن. بنابراین سعی کنید توجه به این گونه افراد نداشته باشید. امیدواری و اعتماد به نفس بیشتر به سمت اهدافتون قدم بردارید. شما از وضعیت جسمانی بسیار خوبی برخوردارید و درصد ابتلا به بیماری‌های ویروسی شما بسیار کمه. جزو درصد افرادی از جامعه هستید که با وجود تمام مشکلات بهترین دستاوردها رو به دست میارید. متولدین آذر ماه، شما امروز در امنیت سلامت روان بالایی از زندگی هستید و میتونید احساسات خودتون رو به راحتی بیان کنید. به اون چیزی که قلبتون میگه گوش بدید، زیرا این کار میتونه به شما کمک کنه تا به سمت خواسته هاتون قدم‌های محکم‌تری بردارید. سعی کنید شناخت بهتری بر روی توانایی و استعداداتون داشته باشید
تا بتونید با استفاده از اونا تحسین دیگران رو برانگیزید. بهتره هرچی زودتر خاطرات تلخ گذشته رو فراموش کنید و با عشق و امیدواری نسبت به آینده به سمت جلو حرکت کنید. اگر هر سوالی در ذهنتون وجود داره لازمه با همسرتون رو در میون بذارید و از بروز هر گونه تنش و سوء تفاهم جلوگیری کنید. اگر با خانواده و نزدیکانتون دچار اختلاف شدید بهتره هرچی سریعتر کدورت‌ها رو کنار بذارید و از حضور در کنار اونا لذت ببرید. متولدین دی، یکی از مهمترین کارهایی که شما باید مسئولیت اون رو به عهده بگیرید انجام امور پایه‌ای زندگیتون. مثلا به همسرتون بیشتر برسید و اون رو بیشتر درک کنید. سپاسگزار خداوند متعال باشید و برای تمام نعمت‌هایی که در اختیار شما گذاشته میشه شکرگزار او باشید. از قدرت درونی بسیار بالایی برخوردارید که میتونه علتی بر خوشبختی شما باشه. کمتر به اطرافیانتون وابسته اید و با تکیه بر توانایی‌ها و استعدادهای خودتون برای اهدافتون در تلاشید. اگر به فردی در اطرافیانتون احساس دارید و نیاز پیدا کردید هرچه زودتر این عشق رو با نسبت به او بروز بدید، زیرا اکنون زمان رسیدن به این کار فرا رسیده. زمان بیشتری در کنار اعضای خانواده و نزدیکانتون بذارید و با فرزندانتون مهربانانه رفتار کنید. برای سرمایه گذاری خودتون لازم قبل از اون با هر فرد متخصصی وارد مشورت بشید. متولدین بهمن، توانایی‌های خودتون رو بهتر بشناسید و از اونها برای ساختن یک زندگی فوق‌العاده استفاده کنید. دیگر توجهی به گذشته خود نداشته باشید و با ذهنیتی مثبت و امیدواری به سمت جلو در آینده حرکت کنید. امروزه میتونید بخشی از زمانی رو که دارید به دوستانتون اختصاص بدید و از بودن در کنار اونها لذت ببرید. اگر در اطرافتون کسی وجود داره که در دلش نسبت به شما کینه‌ای به وجود اومده هر چه زودتر کاری کنید که اون شخص این کینه رو از شما پاک کنه تا اون شخص و خود شما به آرامش بیشتری دست پیدا کنید. بدون هیچ مشکلی به کاری که به اون علاقه دارید بپردازید و مطمئن باشید که نتیجه فوق‌العاده است. افکار مثبت و جذاب توی ذهن شما باعث میشه که عملکردتون و تلاش‌هاتون نتیجه خوبی برای شما به ارمغان بیاره. ممکنه در روزهای اخیر احساس ناخوشایندی در ذهنتون داشته باشید و لازم باشه توجهتون رو به ویژگی‌های مثبت زندگیتون افزایش بدید. متولدین اسفند، امروز روز بسیار زیبایی برای شماست که باعث میشه انرژی درونی زیادی در خودتون احساس کنید. سعی کنید روی روابط اجتماعیتون بیشتر کار کنید و با دیگران ارتباط برقرار کنید و از همنشینی با اون لذت ببرید، زیرا شما از تنهایی خوشتون نمیاد. در سلامتی جسمانی کاملی به سر میبرید و بنابراین به خاطر اون شکرگزار پروردگارتون باشید. افکار منفی که در ذهنتون حضور داره رو بیرون کنید و جایگزین کردن اونها با افکار مثبت به آینده و زندگیتون امید بیشتری پیدا کنید و به سمت فردای پر از اتفاقات خوب قدم بردارید. شما روابط خانوادگی بسیار خوبی دارید. همین موضوع باعث شده که لحظات خوبی در کنار اون سپری کنید. هیچگاه در زندگیتون به فرد دیگری حسادت نکنید و خودتون رو از اونها برتر ندید. به باور داشتن به استعدادها و توانایی خودتون ایمان بیارید و هرچه سریعتر اونها رو شکوفا کنید. پایان فال روز 11